به نام خدا. علیرضا رحیمی هستم از آکادمی لرن فایلز. در خدمت شما هستم با قسمت هفتم از مجموعه آموزش‌های امنیت در ASP.NET MVC. توی این قسمت قرار بحث رمزنگاری اطلاعات حساس رو با هم کار بکنیم. همونطور که تو قسمت قبلا بهتون گفتم، ما توی بحث امنیت که شروعش کردیم بعضی مباحث رو، یعنی تقریبا اکثر مباحث رو به صورت کلی بهتون توضیح میدیم که چیه، چجوری باید رفعش بکنیم این مشکل رو، و بعد توی پروژه عملیمون خیلی دقیقتر و حساستر بهش بپردازیم تا شما بهتر متوجه قضایا بشید. توی این قسمت بحث رمزنگاری رو داریم. بهتون توضیح بدم اول این موضوع چیه و چه اهمیتی داره. ببینید تقریبا تمام وبسایت هایی که روی اینترنت وجود داره یا هر نرم افزار دیگه ای یه بانک اطلاعاتی داره، یه دیتابیسی داره. شما وقتی با این دیتابیس کار میکنید یک سری اطلاعات رو میبینید. مثلا تو جدول کاربران نام کاربری هستش، ایمیل هستش، رمز عبور هستش و اطلاعات دیگه. اگه اطلاعات شما رمزنگاری نکنی، یعنی به همون صورتی که کاربر دیتا رو وارد میکنه، مثلا یوزرنیم رو میده علیرضا، پسورد رو میده 1 تا 8، اگه همین 1 تا 8 رو عیناً توی دیتابیس شما ذخیره بکنید، فرض بکنید که یک کسی به دیتابیس شما دسترسی پیدا کرده، یک هکری به وبسایت دیتابیس شما دسترسی پیدا کرده، اصلا یه هکر نه، یک فردی به دیتابیس شما دسترسی پیدا کرده و به جدول یوزرها رفته. اون وقته که هم نام کاربری رو داره، هم یوزر هم پسورد رو راحت میتونه به وبسایت از طریق یوزرنیم پسوردی که داره لاگین بکنه و هر کاری که دلش میخواد انجام بده. خب باید چی کار بکنیم تو اینجور مواقع؟ ما باید موقعی که میخوایم یه عملیات ذخیره‌ای رو مثلا ایجاد کاربر جدید توی وبسایت رو انجام میدیم، باید اطلاعات حساسی رو که ما فکر میکنیم مهمه و برای رسیدن به هدف هکر میتونه بهش کمک بکنه، یا اصلا اطلاعات مهمی مثل رمز کارت بانکیتون، مثل حالا هر اطلاعات دیگه ای، میدونیم اینا مهمه. اگه کسی بهش دسترسی پیدا کنه خیلی خطرناکه. پس باید این اطلاعات رو دیگه به صورت یه متن ساده ذخیره نکنیم توی دیتابیس، باید اینا رو به صورت هش شده رمزنگاری کنیم و اون وقت توی دیتابیس ذخیره بکنیم و وقتی که میخوایم بازیابیش بکنیم اون پسورد یا اون حالا فیلدی که هش شده رو دوباره مقایسه بکنیم و از طریق اون کاربر بتونه لاگین بکنه یا حالا هر کار دیگه ای بکنه. مثلا من بهتون نشون بدم ابتدا. ببینید ما توی این پروژه که ایجاد کرده بودیم یه متد ساخته بودیم، یه اکشن داشتیم به اسم کرییت، درسته؟ ما اگه این برنامه رو ران بکنیم و یه کاربر جدید به پروژهمون اد بکنیم، شما میبینید که یوزرنیمش و پسوردش خیلی ساده در اختیار ما قرار گرفته و میتونیم مشاهده بکنیم. ببینید مثلا یوزرنیم محمد بهش میدیم، پسورد مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8، درسته؟ یه رولی هم که بهش میدیم مثلا یوزر. اوکی. کرییتو که بزنیم، ببینید میایم اینجا افتحو که بزنیم، ما الان اینجا میخواد کاربر ثبت بشه، درسته؟ ببینید چی قراره ثبت بشه. بله، آیدی 0، پسورد 1 تا 8، رول یوزر و یوزرنیم محمد. الان این توی دیتابیس ما ثبت میشه، ذخیره میشه. خب سیو چنج، اوکی. الان این تموم شد، درسته؟ حالا بریم دیتابیس رو چک بکنیم. ببینید دیتابیس باز بشه. اسم چیزمون چی بود؟ سکیوریتی تیبل و تیبل یوزر رو ما نگاه کنیم ببینید که چجوری اطلاعات ثبت شده. الان باز میشه، ما ببینیم که یک
یوزر نیم داریم ما با یه پسورد. میبینید محمد 1 تا 8 همینجوری ذخیره شد. اگه کسی به این دیتابیس ما دسترسی پیدا بکنه چه اتفاق بعدی برای ما میفته؟ هیچی. هم رمزو داره هم پسورد و هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده. خب ببینید روش های زیادی وجود داره برای هش کردن رمز. ما میتونیم حتی پسورد هم هش بکنیم، ولی باز هم یک هکر حرفه‌ای میتونه اون پسوردی که هش شده رو بازیابی بکنه و استفاده بکنه ازش. یک روش ساده و ابتداییش رو من بهتون اینجا نشون میدم که شما ببینید چجوریه پسورد هش بکنید تو دیتابیس، چجوری ذخیره میشه و چگونه لاگین میکنیم. بعد اون وقته که عرضم خدمت شما با این مبحث آشنا میشید. بعد تو پروژه اصلی ما انواع رمزنگاری ها رو بهتون توضیح میدیم که چند نوع رمزنگاری وجود داره و از کدوم یکی استفاده بکنیم. ببینید یک کلاس آماده ای هستش، من آماده کردمش. به اسم کریپتو. خب این کلاس ما باید به پروژه خودمون اد بکنیمش. این چیکار میکنه؟ این کلاس کریپتو یه متد داره به اسم هش که یه استرینگی میگیره و این استرینگ رو برای ما با متد SHA-256 هش میکنه. خب متدهای مختلفی وجود داره برای هش کردن که خود دات فریمورک در اختیار ما قرار داده. خب یکی از این متدها این متدی که ما اینجا استفاده کردیم. خب میشه این متد رو کاستومایزش کرد، خیلی حرفه‌ای‌تر و پیچیده‌ترش کرد که برای این جلسه نیازی نیستش. ما این کلاس رو به پروژهمون ادش میکنیم تا ازش استفاده بکنیم. add new item. از میخوام باید add ما exit فایل رو بزنیم. add روی گزینه existing فایل کلیک کنیم، دسکتاپ و کلاس کریپتو رو به پروژمون اد میکنیمش. اوکی، این کلاس به ما اضافه شد. حالا ما اینجا چیکار میکنیم؟ میگیم که قبل از اینکه پسورد رو به این تیبل اون پاس بدیم و تیبل رو به متد اد پاس بدیم که تو دیتابیس ذخیره بکنه، میایم ما یه دونه متد تعریف کنیم. میخوام یه فیلد تعریف کنم اسم مثلا هش پسورد برابر قرارش میدیم با اسم کلاسمون چی بود؟ کریپتو. درسته؟ کریپتو نقطه هش یه استرینگی میگیره. ما پسورد رو میخوایم بهش پاس بدیم تا برای ما هش بکنه. خب این متد پسورد هش میکنه و میرزه داخل هش پسورد. حالا ما میایم اینجا به جای اینکه کریت دات پسورد رو بنویسیم که هش پسورد. اوکی، و این تو دیتابیس ما به صورت هش شده ذخیره میشه. ما یه بار دیگه تست بکنیم پروژمون رو. ویو کریت رو باز بکنیم، افتح رو بزنیم تا این ویو برای ما باز بشه و بهتون نشون بدم که پسورد دیگه مثل قبل خیلی ساده معمولی تو دیتابیس ذخیره نمیشه. این کار به ما کمک میکنه که تا حدود زیادی امن بکنیم اطلاعات حساسمون رو و جلوی دسترسی غیر مجاز رو بگیریم. خب یوزرنیم دوباره همون یوزرنیم قبلی رو دیگه ندیم، مثلا بهش بدیم که اصغر، پسورد دوباره همون 1 2 3 4 5 6 7 8 میدیم، رول هم می‌نویسیم یوزر. درسته؟ حالا کرییتو که بزنیم میایم اینجا افتح و تونتون میزنیم، ببینید به این خط که رسید. خب الان میبینید پسورد اینجا برای ما هش کرده. الان اینجا که بهتون نشون بدم میبینید که پسورد 1 تا 8 نیستش. اینجا پسورد به صورت رمزنگاری شده، یه چیز گنگی ذخیره شده و کسی نمیدونه که این یعنی چی. اوکی، خب تموم شد. الان این ذخیره شد. میایم اینجا تو دیتابیسمون نکنید اصغر
با این رمز عبور توی سیستم ما ذخیره شد. حالا موقعی که میخوایم لاگین بکنیم باید بریم توی اکشن لاگینمون و میایم بررسی میکنیم که ببینیم این رمزی که وارد شده تو سیستم وجود داشته یا نه. چون اگه همینطوری بخوایم لاگین بکنیم طبیعتا لاگین نمیکنه، چون پسورد هش شده و ما اینجا پسورد هش شده رو با پسوردی که وارد شده نمیتونیم مقایسه بکنیم. پس می‌بینیم چیکار میکنیم. اول که بررسی میکنیم ببینیم که این یوزرنیم تو سیستم وجود داشته یا نه. خب ما اول اینجا رو اینو پاکش میکنیم. خب بعد میایم اینجا میگیم اگه یوزر وجود داشتش این کاربر، میایم یه بار دیگه میگیم که if از متد کلاس استرینگ نقطه کمپیر استفاده میکنیم، مینویسیم که کریپتو نه کریپتو نقطه هش ببینید یوزر نقطه پسورد برابر بود با یوزرز نقطه پسورد. خب برابر 0 بود. اینو چیکار شد بکنیم؟ آها این مشکل از اینجا که ما باید اینجا این پرانتز رو ببندیم و بیایم این دوتا رو با هم چیز بکنیم، بگیم که برابر 0 بود. این چیکار کردیم؟ گفتیم مقایسه بکن پسوردی که کاربر برای لاگین کرده رو وارد کرده رو اول هش بکن. خب ببین این پسوردی که کاربر داده و هشش کردی، کاربر برای لاگین کردن پسورد داره رو هشش بکن با اون پسورد هش شده داخل دیتابیس مقایسه بکن. اگه برابر 0 بود یعنی ترو بود، اوکی بود، پس یعنی چی؟ یعنی این کاربر تو سیستم وجود داشته و خب این کاری که میخوایم رو انجام بده. بیا اینجا و لاگین بکن به سیستم. درسته؟ الان یه دونه برنامه رو اجرا بکنیم ما. اوکی بیایم این بریک پوینت از اینجا برداریم، پیج لاگین رو باز کنیم تا این ویو لاگینمون باز بشه و ما به سیستم لاگین میکنیم. ببینید پسورد 8 شده، 1 تا 8 بود دیگه، درسته؟ اصغر 1 تا 8. خب باید چک بکنیم. اول اصغر رو بنویسم. خب این که 1 2 3 4 5 6 7 8 لاگین رو که بزنیم باید به سیستم ما لاگین بکنیم. بله اصغر به سیستم لاگین کرد. خب بحث اطلاعات حساس هم بهتون گفتم که چرا باید اطلاعاتمون رو هش بکنیم، چجوری این کار رو انجام بدیم. به صورت ساده بهتون گفتم که چجوری رمز رو هش بکنیم، توی دیتابیس ذخیره بکنیمش و برای لاگین کردن چجوری مقایسهش بکنیم. فقط الزاما نباید پسورد هش کنیم، شما ایمیلت هم ممکنه لازم باشه هش بکنی یا نام کاربرت، هر اطلاعاتی که به نظرتون مهمه باید هش بشه رو هش میکنیم، یعنی رمزنگاریش میکنیم و موقع لاگین کردن هم اینجوری مقایسهش میکنیم که از متد کمپیر استرینگ استفاده کردیم و گفتیم که اولا اینکه اون پسوردی که کاربر وارد کرده هش بکن و مقایسه بکن با پسورد هش شده داخل دیتابیس. اگه وجود داشت که برابر 0 قرارش میدی و به سیستم لاگین میکنیم. خب بحث این جلسه ما هم به اتمام رسید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه مبحث این جلسه. خب تا قسمت بعدی از
مجموعه آموزش امنیت در ASP.MVC شما رو به خداوند منان میسپارم.